در وطن هستم، من کابل هستم، من کریون کنه. خودم در 13 سال در عمان زندگی میکنم. اندیوالا بچه ها کلش اندیوال است. دیگه شکر میکنم همیشه خوشحال باشه، کامپارتی نشوه. خدا کیا اندیوالت است نفهمیدم. بچه ها فقط؟ بچه ها دخترها کلش بسیار مثل خوب. خواهرم است دخترها. خاصه است. خب در مدت 13 سال چی کار مفید رو در آلمان انجام دادی؟ من دامبوک کار میکنم در بخاطر بخت زنا. من اون وقت منشان زندگی میکنم، فامیلم زندگی میکنم. من فامیلم جدا شدم دیگه، تنها میخوام. نامزاد دارم از خود. نامزاد هم داری؟ بله خب بسیار خوب، عالی. بله. نامزاد در کاسل زندگی میکنم، فرانکفورت. خب هدفت در آلمان چیه؟ دست ما هدفت؟ مقصد خوب زندگی میکنم، پاسپورت دوچه پاس دارم، اسناد دارم، آرام زندگی دارم. شکر. نه چی هدفی در آینده داری در آلمان؟ من میخوایم آرامی باشه، نمیخوام جنگ باشه، نمیخوام بچه ها کامپرسی باشه. این کارا نمیخوایم. چی شغلی داری در اینجا؟ من در بمبی کار میکنم، در متفروشی در منشان کار میکنم، کار خرکنگی دارم. آل رفتم در دیگه جا در فرانکفورت کار به خود پیدا کردم. در افغانستان چی کار میکردی؟ افغانستان هیچ، مکتب میخواندم. مکتب میخواندی؟ بله. بسیار عالی.